در زمینه دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با هدف رشد بخشیدن ساحه سیاحی در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ همایش علمی عملی تحت عنوان رشد ساحه سیاحی در تاجیکستان دستاورد و مشکلات در سمت آموزش تجربه بدخشان دایر گردید. همایش جمهوری با تشبث کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همدستی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شورای جمعیتی تاجیکستان برآمده شده. در آن نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره ها، اکادمی ملی علم ها، دانشگاه و دانشکده ها، مسئولین استراحتگاه و آموزشگاه ها، مهمانخانه ها، شرکت های سیاحی و در مجمع بیش از 80 نفر استادان و کارشناسان ساحه سیاحی مملکت اشتراک و سخنرانی نمودند. پیش از آغاز همایش با هدف هرچه بیشتر معرفی نمودن امکانات های ساحه سیاحی ولایت مختار کوهستان بدخشان، دستاوردهای ساحه و امکانات های رشد من بعد معرفی کرده شدند. هدف از تشکیل همایش جمهوری را کارشناسان ساحه به آموزش عمیق ساحه سیاحی بدخشان مربوط دانستند، زیرا ولایت مختار کوهستان بدخشان با طبیعت زیبای و بی‌بها، چشمه‌های شفابخش، فرهنگ بی همتا، یادگاری‌های تاریخی شهرت جهانی دارد و ضرور شمرده شده است که این امکانات‌ها به طور وسیع و ثمره بخش استفاده کرده شوند. باید قید کنیم که در مسئله جلب سیاحان به ولایت مختار کوهستان بدخشان حکومت اجرایی ولایت مختار بدخشان تجربه بای و غنی دارد و شورای جمعیتی از تمام شهر ناحیه‌های کشور برای آن جمع آمدند که این تجربه نادر ولایت را از خود کنند و در نقشه چهاربینی ها و در عمل شهر ناحیه‌شان تطبیق نمایند. سالهای آخر توجه جهانگردان به دیار زیبا منظر تاجیکستان زیاد گردیده. در این راستا رشد و رونق دادن اینفراساختار سیاحی در هر گوشه دیار تاجیکستان مهم و ضروری می باشد. در همایش جمهوری قید گردید که اکثر سیاحانی که به تاجیکستان تشریف می آورند آنها را بیشتر رسم و آیین، فرهنگ بوی و قدیمی ملت تاجیک به خود جلب می سازد و از این رو به دستور و هدایت های رهبریت عالی مملکت محترم امام علی رحمان به رشد هنرهای قدیمی مردمی توجه مخصوص روانه کرده شده. چندین هنرهای دستی ساکنان باز از نو احیا گردیدند. در نمایشگاهی که در آن امکانات‌های سیاحی پیشکش گردانیده شد، همزمان در یک گوشه هنرهای مردمی نیز به نمایش گذاشته شده. بانوان هنرمند بدخشان دسترنج خویش را پیشکش مهمانان و سیاحان گردانیدند. در این نمایشگاه امروزه در شهر خاروغ از تمام مناطق جمهوری تاجیکستان که در بخش سیاحی کار و فعالیت می‌کنند اشتراک نموده برای معرفی نمودن امکانات‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر منطقه‌های کشورمان رونما و برآمدهای مشخص برای اشتراک کنندگان این فورم بررسی می‌کنند و هدف از برگزار نمودن این فورم پیش از همه تشبث پیشوای معظم ملت برای رشد ساحه سیاحی ولایت مختار کوهستان بدخشان و علل خصوص جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خدابرده به سرور مملکت، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای برگزاری همایش جمهوری در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ عرض سپاس بیان نموده. مهمانان و کارشناسان ساحه سیاحی را به مرکز ولایت شهر خاروغ خوش آمدید گفتند. قید گردید که تاجیکستان کشوری است که با طبیعت ناتکرار و ثروت‌های بوی طبیعی در جهان همتا ندارد. محض با دستگیری و سیاست صلح پرورانه سرور مملکت محترم امام علی رحمان امروز تاجیکستان را عالمیان میشناسند و به آن توجهی مخصوص دارند. تاکید کرده شد که ساحه سیاحی یکی از سمت‌های مهمترین پیشبرد اقتصادی و اجتماعیات مملکت محسوب یافته. سالهای آخر این ساحه همچون سمت مهمی رشد و پیشرفت دیگر بخش‌های مملکت معرفی گردیده است. قید کرده شد که در زمان صاحب استقلالی با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در قطار ساحه‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی در ساحه سیاحی نیز اصلاحات مهم عملی کرده شد. کارشناسان ساحه و مسئولین وزارت و کمیته‌ها وابسته به جاری گردیدن نظام روادید الکترونی و نظام ساده کرده شده دسترس نمودن روادید، اینچنین از بین بردن به قیدگیری داخلی سیاحان را یکی از دستاوردهای مهم در دوران سالهای آخر ارزیابی نموده. وابسته به مکانیزم دسترس نمودن روادید الکترونی و امکانات‌های من بعد تشریف سیاحان و شهروندان دیگر کشورهای خارجی
ابراز اندیشه نموده بهر برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته جهت رشد میبعده این ساحه در بدخشان توصیه‌های سودمند دادند. باید قید نمود که همایش مذکور از روی موضوعها در 3 بخش برگزار گردیده. در این بخش‌ها مسائل‌های میراث تاریخی و فرهنگی ولایت، امکانات‌های طبیعی، اکولوژی و طبابتی ولایت و سهم آنها در رشد ساحه سیاحی، جلب سرمایه، رشد انفراستراکچور و آماده‌سازی کادرهای خدمت‌رسانی ساحه سیاحی در ولایت مختار کوهستان بدخشان مورد تحلیل و بررسی قرار داده شدند.